سلام بچه‌ها، خیلی مخلصیم. امروز قرار 3 تا از پرمصرف‌ترین مکملایی که معمولا همه بچه‌ها دعواست تو باشه. معمولا 3 تا مکملی که اکثر بدنسازا استفاده میکنن، خیلی سوال در موردش زیاده. بازش کنیم خیلی علمی، خیلی ساده ولی اصولی توضیح بدیم، ببینیم مثلا چیه، اصلا بخوریم نخوریم، برای کی مناسبه، برای کی مناسب نیست. بریم تا تیر نخوره تو باشگاه، سریع توضیح بدیم. کراتین اولین مکملی که از نظر من و از لحاظ علمی خیلی مهمه کراتین. حالا چرا؟ کراتین چیکار میکنه اصلا؟ کراتین یک ماده طبیعی توی بدنه که به بالا رفتن سطح ATP توی بدن کمک میکنه. شما با مصرف کراتین سطح استقامت بدنت، ریکاوری بدنت و عضله سازی بدنت بالا میره. کراتین و تحقیقات جدیدی که روی کراتین انجام داده اینه که کراتین علاوه بر عضله سازی و این داستانی که برای ورزشکارا داره اینه که شما به بهبود عملکرد مغزی کمک میکنه و این یه قضیه‌ایه که ثابت شده. پس شما توی هر سنی بالای 15 سال و زیر 45 سال هستین میتونید از کراتین استفاده کنید. اون سنی هم که زیر گفتم و اون سنی هم که بالا گفتم به خاطر اینه که کبد، کلیه اون کارایی لازم رو دیگه نداره. سن پایین‌تر قابلیت تحلیل تجزیه‌اش نداره، سن بالاتر هم به همین شکل باعث رسوب میشه و سنگ کلیه، سنگ مثانه و داستان‌های دیگه. حالا چه کسی میتونن اینو مصرف بکنن، چه کسی نمیتونن مصرف کنن. کسایی که مشکلات کلیوی دارن، سابقه سنگ کلیه دارن، سابقه مشکل دفع ادرار دارن، سابقه خوند دارن، کلا کسایی که مشکلات کلیوی دارن بهتره که مصرف نکنن، یا اینی که بهتره از کراتینی با دوز پایین‌تر یا با فرمولیسیون خیلی ساده‌تر استفاده کنن که باعث رسوب نشه توی کلیه‌شون. سوال دیگه، کراتین کلیه رو خراب میکنه؟ نه. تحقیقات نشون داده که مصرف به اندازه در افرادی که مشکلات کلیوی ندارن هیچ خطری نداره. آیا خانوما هم میتونن مصرف کراتین کنن؟ بله. خانوما هم علاوه بر کراتین موی سر میتونن از کراتین خوراکی استفاده کنن به همون اندازه‌ای که گفتم. هر چیزی زیادش ضرر داره، کمش هم ضرر داره، پس میتونن مصرف کنن. از کی میتونیم کراتین رو استارت بزنیم؟ شما بعد از اینه که یه تایمی تقریبا 5-6 ماه تمرین کردین، بازم میگم اگر هیچ مشکل کلیوی ندارین و سیستمای بدنتون کامل مثل ساعت کار میکنه، میتونیم روزی 5 گرم کراتین خوردن رو شروع کنیم. روزی 5 گرم. کی کراتین رو بخوریم؟ مثلا مصرفش چجوریه؟ کی بخوریم کی نخوریم؟ کراتین های معمولی همونجوری که اینجا میبینین، یکی از کراتین های نرمال، یک کراتین شرکت خیلی خوبه. کراتین های طعمدار معمولا بین 3 تا 5 گرم کراتین، همونجوری که میبینین اینجا 5.6 گرم کراتین در هر اسکوپش هست. برای استارت شما میتونید یک اسکوپ از اینها جنگتون باشه، یعنی هر برای شروع میتونید یک اسکوپ قبل از تمرین و یک اسکوپ بعد از تمرین مصرف کنین بدون بارگیری. دوباره میگم بدون بارگیری. شما اگر مبتدی هستین، تازه استارت زدین به خوردن کراتین، بهتره که بدون بارگیری کراتین رو مصرف کنید. برای دوره 3 تا 5 میتونید کراتین رو با بارگیری مصرف کنید. حالا سوالی که دارین می‌پرسید اینه که بارگیری چیه؟ همینجوری داره نوتیفیکیشن میاد. بارگیری اینه که شما کراتین کلا اینجوری که توی عضلات ذخیره میشه، مثل حساب بانکی شما پول می‌ریزی یهو برداشت می‌کنی. بارگیری کردن کراتین اینجوریه که شما روزی 4 اسکوپ از هر کراتینی که دارین توی 4 وعده مختلف در روز با آب گرم 4 وعده در روز از کراتین میخورین بابت بارگیری کراتین. بعد از یک هفته که بارگیری کردین کراتینو، بین 5 تا 7 روز شما میتونین بارگیری کنین کراتینو. بعد از 7 روز میتونین یک اسکوپ قبل از تمرین و یک اسکوپ بعد از تمرین مصرف کنین. این عملکرد باعث میشه که شما نتیجه زودتری از کراتین بگیرید. اگر بارگیری نکنین باید 2 هفته 3 هفته مصرف کنین، دو اسکوپ در روز، یکی قبل یکی بعد، تا بعد از 2-3 هفته اون حجمی که کراتین لازمه توی عضلات ذخیره بشه، بعد از اون جوابشو میگیریم. ولی بارگیری کنین سریعتر نتیجه میگیرید.
کراتین باعث چاقی افزایش چربی میشه؟ نه، کراتین وقتی که شما بارگیری میکنید و شروع به مصرفش میکنید باعث افزایش آب و افزایش سایز عضله میشه. این افزایش سایز و افزایش وزن به خاطر تجمع آب توی عضله است که به مرور زمان اون آبی که داخل بافت عضله سیف شده و ذخیره شده به مرور زمان باعث چربی سوزی میشه و این وزنی که گرفتین وزن کاذب آب تو بدنتونه. کل نتیجه گیری اصلا کراتین بخوریم یا نخوریم مکمل خوبیه یا نه؟ بله، کراتین مکمل خوبیه. پروتئین وی خب پروتئین وی اصلا چیه؟ پروتئین وی یک پودریه که از تقطیر حالا میزنه بشه پروتئینیه که از تقطیر آب پنیر درست میشه. ما چندین مدل وی مختلف داریم: کنسانتره، ایزوله، هیدرولیزه، بیف پروتئین، عرض خدمت شما اگ پروتئین، پودر پروتئین های مختلفی داریم. خب کدوم وی برای کی مناسبه؟ این یه چیزیه که باید بر اساس شرایط بدنی اینو بدونی. نمیتونی هر وی که دوست داشتی، هر وی که خوشمزه تره مصرف کنی. برای مثال کسایی که مشکل دیابت دارن و مشکل قندی دارن باید از ایزووی زیرو استفاده کنن که قندش صفره. کسایی که مشکل گوارشی دارن باید از وی کنسانتره استفاده کنن که تقریبا میشه گفت وی بدون لاکتوزیه و باعث نمیشه که مشکل روده پیدا کنید شما. بر همین اساس هر کس وی متناسب با بدن خودش رو باید استفاده کنه. شما نمیتونی همه رو استفاده کنید. چه وی برای چی بهش میگم؟ چه وی بخوریم؟ مثلا هدفمون اگه مثلا کاهش وزن باشه چه وی باید بخوریم؟ اگه هدفمون افزایش وزن باشه چه وی باید بخوریم؟ شما اگر میخوای وزن تو بیاری پایین، یعنی چربی بدن تو بیاری پایین، باید وی مصرف بکنی. حالا چه وی باید مصرف بکنی؟ وی که باید شما مصرف کنی برای کاهش وزن، وقتی شما میری توی مغازه میخوای وی بخری، زحمت میکشی برمیگردی قسمت پشت، قسمت جدول وی. در درجه اول شما باید وی که مقدار قند پایینی داشته باشه مصرف کنی، اون از یک و مهمترینش. درجه دوم باید وی که مقدار کالری کمتری داره مصرف کنید. درجه سه شما باید وی رو انتخاب کنید که مقدار کربوهیدراتش پایینتر از همه باشه. این برای کسایی که میخوان چربیشون رو بیارن پایین و کاهش وزن داشته باشه. پس باید شما یک وی انتخاب کنید که کربوهیدرات پایینی داشته باشه. بعد عرضم خدمت شما که برای مثال الان وی که دست منه، وی شرکت استیمی برم حالا تبلیغ نماشه وی که دست منه وی شرکت اولیمپ، یکی از برندهای خیلی خفن توی مکمل سازی. برای مثال این وی داخل هر اسکوپش 134 کیلوکالری که یک تقریبا کالری خیلی خوبیه توی ویا. از این 134 کالری شما عرضم خدمت شما که توی 134 کالری شما 26 گرم پروتئین دارید. یعنی جزء ویا کلا بین 20 تا 30 گرم پروتئین دارن توی هر اسکوپشون میانگین دیگه. اگه پایینتر از این باشه خارج از استاندارد، اگه بالاتر از این هم باشه یه دروغیه، چون بیشتر از این بدن جذب نمیکنه توی هر وعده پروتئین. از کی میتونی شما ویو مصرف کنی به خوردن؟ بعد از اینکه شما دونستی که نمیتونی اون مقدار پروتئینی که بدنت لازم داره رو با غذا به دست بیاری، میتونی پروتئین وی خوردن رو شروع کنی. چقدر حالا مصرف کنی؟ شما یه اسکوپ صبح، یه اسکوپ بعد از تمرین. ایدئال ترین حالت مصرف پروتئین وی همینه. حالا فوایدش چیه؟ کمک به کاهش وزن، عضله‌سازی و ریکاوری، بهبود حساسیت به انسولین. اینا همه در صورتی که شما وی مناسب با شرایط بدنیتون انتخاب کنید. آیا پروتئین وی جای غذا رو میگیره؟ معلومه میگیره. چه سوالیه آخه؟ دیوونه ای مگه؟ معلومه که میتونی روزی 12 اسکوپ پروتئین بخوری. اگر معده‌تو دوست نداری، گوارشتو دوست نداری، از چسبندگی روده نمیترسی، اصلا کلا مکمل غذا، مکمل تغذیه. شما نمیتونی فقط غذا، میتونی البته فقط غذا بخوری، ولی خب تا جایی که اون سختی که میخوای پر بشه. یعنی شما اگر بخوای بیشتر از اون مقدار استاندارد عضله سازی بکنی، باید از مکملام کمک بگیری. حالا نتیجه گیری، وی بخوریم یا نخوریم؟ آیا مکمل خوبیه یا نه؟ معلومه که آره.
وی بخوریم. وی هم یکی از مکملاییه که مکمل کراتینه، یعنی شما مصرف این دوتا میشه یک دوره بدنسازی و یک استک مکملی داخل بدنسازا. خب ساپلیمنت بعدی که خودم عاشقشم ساپلیمنتیه به اسم پری ورکاوت. پری ورکاوت چیه؟ اهل کجاست؟ از کجا اومده؟ به کجا میره؟ برای کیا مناسبه؟ برای کیا مناسب نیست؟ میتونیم بخوریم؟ نمیتونیم بخوریم؟ پری ورکاوت همونجوری که اسمش معلومه پری ورکاوت، یعنی شما قبل از تمرین کردن میتونید از این مکمل استفاده کنید. این مکمل چی داره؟ حالا چرا من عاشقشم الان متوجه میشید. بتا آلانین، سیترولین، کافئین، تاورین، BCAA، کراتین، آنچه که شما برای ترکوندن یه تمرین لازم دارین توی یک اسکوپ از این کراتین گنجانده شده. خب حالا این مکمل برای کیا مناسبه، برای کیا مناسب نیست؟ اگر مشکل قلبی دارین، آریتمی ارزم خدمت شما، مشکلات زمینه قلبی، مشکلات سکته قلبی در پدر، در عمو، در پشت‌های دیگر، پشت‌های نزدیکتر، اگر مشکل قلبی عروقی دارین بهتره که مصرفش نکنین، یا اگر به کافئین حساسیت دارین بهتره که مصرف نکنین یا اصلا مصرف نکنین. بهتره نه، اصلا مصرف نکنین. کی مصرف کنین؟ شما نیم ساعت تا 45 دقیقه قبل از تمرین یک اسکوپ از مکمل پری ورکاوت رو میتونین توی آب بریزین و مصرفش کنین. آتیش میزنه. خب اگر شما میخواین هایپرتروفی داشته باشین و میخواین رگ و ریشه رو بیرون بندازین، اگر مشکل قلبی ندارین، یکی از گزینه‌های خیلی خفنه که میتونین انتخاب کنین، مصرف کنین، خیلی هم حال میده. فوایدش افزایش انرژی، افزایش برآیند تمرینی، افزایش تایم تمرین، قدرت بدنی بیشتر، سرحالی و 1001 خواص دیگه. در کل نتیجه مصرف پری ورکاوت اینه که برآیند تمرینی و کیفیت تمرین رو تا سقف میبره بالا. یه تمرین طوفانی، کلمه معروف طوفانی. این طوفانه. حالا اگر مشکل قلبی دارین یا به کافئین حساسیت دارین ولی دوست دارین که مصرف کنین، دوست دارین کافئین مصرف کنین، دوست دارین افزایش انرژی داشته باشین، یا حتی دوست دارین کیفیت تمرینتون رو بالا ببرین ولی به کافئین حساسیت دارین، مشکلات قلبی دارین، هستن بچه‌ای که مثلا میگن کافئین مصرف میکنن ولی به خاطر بالا رفتن سطح کورتیزول بدنشون استرس میگیرن. حالا اگر دوست دارین همه اینایی که من گفتم رو داشته باشین ولی نمیخواین کافئین مصرف کنین، باید از مکمل سیترولین مالات استفاده کنین. سیترولین مالات همونه، یعنی با ویتامین C و با بتا آلانین همین برآیند و همین کیفیتی که این بهتون میده اونم بهتون میده، ولی خب یه مقداری ضعیفتر و مناسب بدنتونه. خب چه ساعتی نباید مصرفش کنید؟ شما 3-4 ساعت قبل از خواب به هیچ عنوان نباید از مکمل پری ورکاوت استفاده کنید. موقعی ناشتا، زمانی که صبح از خواب پا میشی، چون که معدت خالیه و به خاطر وجود ویتامین C و بتا آلانینی که داخلش داره باعث سوزش معده و مصرف طولانی مدتش به اشتباه باعث مشکلات معده میشه، باعث میشه معدت سوراخ شه. نخور برادر من، نخور، معده خالی اینو نخور. خب جمع‌بندی، آیا پری ورکاوت لازمه که حتما مصرف بشه؟ اصلا آیا پری ورکاوت بخوریم یا نخوریم؟ جواب هم بله هم خیره. چرا؟ چون شما مکملی نیست که حتما لازم باشه مصرف کنید. اگر فرآیند ورزشی خوبه، اگر برآیند پیشرفت راضی هستی ازش، چگالی بدن تو الکی بالا نبر. 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه، 6 ماه تمرین کن با همون کراتین، با همون وی. اگر دیدی اوکیه، انرژی توی تمرین اوکیه، میتونی مصرفش نکنی. اگر دیدی نه لازم داری که یک بنزین سوپر بد اضافه بشه، تمرین بیشتر، فشار بیشتر، زورت بیشتر میخواد، میتونی ازش استفاده کنی. در کل هم میتونی مصرف بکنی، هم میتونی مصرف نکنی. در کل یه نتیجه گیری کنیم اینه که مکمل ها قرار نیست برای ما معجزه بکنن. مکمل ها و نه تنها وی کراتین، کل مکمل ها و کل ساپلیمنت هایی که توی بازار هست و
شما باید در کنار یک لایف استایل درست، خواب درست و تغذیه درست و تمرین مناسب مصرف کنید که به برآیند زندگی شما کمک کنه. مرسی که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودید. سابسکرایب بزنید. اینجاست. از ادیتور خواهش میکنم که همین دور و بر بذاره، جای دوری نرید، همینجا بزنید، زنگوله رو بزنید. اگر سوالی دارید توی کامنت ها بنویسید در مورد مکمل های دیگه. اگر دوست دارین در مورد موضوعاتی مثل استروئیدها شروع کنم به ویدیو گذاشتن، حتما توی کامنت ها بگین. مرسی که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودید. خیلی خوش گذشت. هستیم، باشیم، خواهیم بود. خداحافظی.